طرف انتظار داره با روزی 2 ساعت تمرین بره با تیمای برزیل، داغستان، آمریکا رقابت کنه. اصلا نداریم. ببین من خوب میدونم که برادرای ایران، افغان شرایط تمرینیشون سخته، مشکلات مالی، مشکلات اسپانسر، 1000 تا دردسر، ولی در نهایت وقتی پاتو گذاشتی تو قفس مبارزه، اون حریف براش مهم نیست چه مشکلاتی داشتی، در نهایت نتیجت مهمه. اون میاد اونجا که جلو همه سرصورتتو بیاره پایین، بزنه ناقصت کنه، غیر از این که نیست. مخصوصا وقتی به اون علم تمرین، تغذیه، ریکاوری، با اون امکاناتی که رقیبا دارن دسترسی نداری، باید با تلاش و تمرین بیش از حد جبران کنی. دیگه بدنم خسته شد نداریم، دیگه بدن باید راه بیاد، از این بدن باید کار بکشی و جوری تمرین کنی که مردم فکر کنن دیوونه شدی. این تنها راهشه، اینه که موفق باشید و تمرین‌ها رو نپیچونید.